پلیس مسکو نواری بازپرسی راننده تاکسی را نشر کرد که شام شنبه در نزدیکی میدان سرخ چند پیاده‌گرد را پخش نمود. در این منطقه اساساً مخلصان فوتبال گشت و گذار داشتند. در مجموع 7 نفر از جمله 2 سیاح مکزیکایی و 1 اوکراینی جراحت برداشتند. در سر فرمان ماشین شهروند قرقیزستان چینگیز اناربک بود. او گفت پیش از این حادثه 20 ساعت به استراحت کار کرده است. قبل از این چند ساعت خواب کرده؟ من به شرمیتو رفتم. ساعت انیق را در یاد ندارم. تقریبا ساعت 6 بود. تا ساعت 8 و یا 9 خوابیدم. یعنی همگی 2 و یا 3 ساعت خواب کرده، درست است؟ بعد این باز 20 ساعت سر چنبر ماشین بودید؟ بله. من میگویم که خودم نمیفهمم. میخواستم ترمز را زیر کنم تا اینکه پیاده‌گرد از راه گذرد. دفعتاً همگی چند ثانیه غنبم برد و گاز را زیر کردم. من گمان کردم که این ترمز است. من نمیدانم چی شد، خوابم برد. بعداً آدم‌ها را پخش کردم. وقتی دیدم خواستم فرار کنم. با گفته راننده او ترسید که رهگذران خشمگین او را میکشند. از این خاطر تلاش گریز از محل حادثه را داشت. شما از حادثه‌ای که رخ داد پشیمان هستید؟ به نهایت. چینگیز میگوید در مسکو نزدیک 1 ماه کار میکرد. 2 سال تجربه رانندگی دارد. حجت رانندگی را 5 سالی پیش گرفته است. پلیس نسبت این حادثه از روی ماده ویران کردن قاعده حرکت در راه که باعث جراحت وزنی آدمان شد پرونده جنایی باز کرد. به راننده تا 2 سال زندان تهدید میکند.